ترس اسرائیل از حکومت نو سوریه سبب شده است که باز هم بیشتر به قلمرو سوریه وارد شود، هرچند این کار برخلاف همه سازشنامه‌های قبلی است. روزنامه میدل ایست مانیتور با تکیه به خبرگزاری انادولو می نویسد که در 3 ماه آخر ارتش اسرائیل در جنوب سوریه ولایت‌های قنیطره و درعا 6 پایگاه نوی حربی ساخته است. این کار معنای آن را دارد که اسرائیل حضورش را در این منطقه ها بیشتر کرده است، ولی این کار سازشنامه را که سال 1974 میان دو کشور پس از جنگ سال 1973 جنگ روز قیامت امضا شده بود به طور آشکارا ویران میکند. پس از این عملها اسرائیل احساس کرد که ممکن است شهر قدس و مسجد اقصی از طرف حکومت نو سوریه مورد حمله قرار گیرد و آزاد شود. برای همین حمله های هوایی خود را به قلمرو سوریه زیاد کرد و حتی از سرحد هم گذشت. آنها عملیات های نظامی را به منطقه که قبلا بی‌طرف حساب میشد روانه کردند. این منطقه باید بر اساس سازشنامه بی‌طرف میماند. حالا شماره عمومی پایگاه‌های حربی اسرائیل در جنوب سوریه به 10 عدد رسیده است. این عمل‌های اسرائیل باعث آن شده‌اند که مردم مجبور شده‌اند تا گریزه شوند. اسرائیل خانه‌های مردم را ویران می‌کند، زمین‌های کشاورزی را اشغال می‌کند و جنگل‌ها را نابود می‌سازد. در این حالت بسیاری‌ها می‌پرسند پس حکومت نو سوریه کجاست و چرا به اسرائیل جواب نمی‌دهد؟ سیاست شناسان میگویند که حکومت نو سوریه قدرت و امکان جنگ با اسرائیل را ندارد. ارتش آن حالا ضعیف است و دیگر چیزی برای دفاع در دست ندارد، زیرا در وقتی که حکومت نو عوض میشد اسرائیل بسیاری از پایگاه‌های مهم، سلاح‌های ضد هوایی و دیگر مرکزهای مهم نظامی سوریه را بمباران کرد و نابود ساخت. هدف این حمله ها آن بود که حکومت نو سوریه نتواند قوی شود و از نظر نظامی دیگر باره نیرو نگیرد. برای آنکه حکومت نو سوریه تواند با اسرائیل جنگ کند سالهای زیادی لازم است تا اقتصاد کشور را بهتر کند و ارتش خود را قوی گرداند.